بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بیننده های عزیز و گرامی. هموطنان عزیز، در سرک 20 متری دشتبرچی یا سرک شهدای معارف که به نام 20 متر است، البته 40 متر عرفانی یاد میشه که ما هم امروز آمدیم از همین قسمت، از اول سرک، ابتدای سرک 20 متر یا از همون اول سرک، ابتدای سرک 40 متر عرفانی که روبروش سرک قرار ساخت شود، یک سرک 45 متر به سمت شهرک امید سبز یا شهرک حاجی نبی ساخت از سرک است و ما هم امروز آمدیم از همین قسمت، از ابتدای از سرک کار خود شروع کردیم. اینجا هم هموطنان ما که خانه هایی که دم نقشه بود تخریب شده بود، اونا در حال بازسازی و کار از سرک هم هستن و کسایی که خانهشان یک مقدار نصفش تخریب شده بود و اینا در حال تعمیر و ترمیم خانه های خود است. این هم اول سرک همین 45 متر که به سمت سرک شهرک امید سبز یا شهرک حاجی نبی و قسمت مسیر از سرک است و ما هم از همین قسمت ابتدا کار خودش را کنیم. با ما همراه بشین، بریم پیش و از کارکردها و پیشرفت‌های از سرک بر شما هموطنان عزیز خود گزارش تهیه خواهیم کرد. با ما همراه باشین. هموطنان عزیز، این هم اول سرک 20 متر که از همین قسمت ابتدا شروع کار از سرک است و ادامه از این هم به سمت شهرک حاجی نبی یا شهرک امید سبز است و این وسطی که ما فعلا قرار داریم بین سرک عمومی دشتبرچی و سرک کنی دشتبرچی. فعلا این قسمت ها شما هم قسمی که میبینین کار هموارکاری سرک و خاکبرداری اینایش شده، خاکای ساختمانی، البته خاکای ساختمانی چه برداشته شده و کانال‌های آبش هم کنده شده. این قسمت همین قسمی که شما مشاهده میکنین کار کندنکاری کانال آب هم شده و کار در این قسمت همین قسم مانده، همین بین سرک عمومی و سرک کنی دشتبرچی که روبرو مشاهده میکنین سرک کنی دشتبرچی هسته و از سرک کنه به اون طرف قسمی که دفعه بعد ما گزارش دفعه قبل ما گزارش گرفتیم، ببخشید دفعه قبل ما گزارش گرفتیم کارهای خاکبرداری سرک شروع شده بود. یک مقدار اول ابتدای سرک کار خاکبرداری شروع شده بود و حالی هم آمدیم که از همین قسمت گزارش خود بگیریم به خاطر که این سرک اوج و شدت کار از بسیار زیاد است و پیشرفت کار هم الحمدلله بسیار خوب است و هر روزی که بگذره تغییرات جدید در این سرک به وجود میاد و همون قسم شدت کار هم زیاد است و این هم سرک کنه و میریم اون طرف سرک کنه که از پیشرفت‌ها و کارکردهای از این سرک و با هموطنان عزیز خود که در این قسمت در این ساحه هستند بود و باش دارن از مرای از اونها هم یک مصاحبه خواهیم گرفت و از پیشرفت‌های کار سرک هم گزارش برای شما تهیه خواهیم کرد. با ما همراه باشید. هموطنان عزیزم، کار سرک 20 متر همه قسمی که دفعه قبل ما آمده بودیم بر شما هموطنان عزیز خود گزارش گرفتیم. گزارش قبلی ما را اگه دیده باشین هم در قسمت در همین قسمت ها ابتدای از زمین سرک کارهای خاکبرداری قسمت سرک در جریان بود و کار میکرد و کار خاکبرداریش شروع شده بود و امروز هم آمدیم که پیشرفت کار خاکبرداری تا قسمت مسجد رسول اعظم هم قسمی که مشاهده میشه تا قسمت مسجد رسول اعظم رسیده و کارهای خاکبرداری سرک، البته که خاکایی که از ساختمان بود او خاکا برداشته شد، خاکای خود سرک خاکا باید برداشته شود، سرک یکم پایین بره و بعدم سرش دوباره خاک انداخته شد، لنگر گشته شد و سرک لیول شد، تراس شد با همون قسمتی که لیول سرک هست تا همون قسمت باید لیول شود و همون قسمی که شما مشاهده میکنید کارهای کانال از این سرک در قسمت ها تکمیل شده، یعنی دیوارهایش انداخته شده است، ستونهای دیوار گرفته شده است، سیخ‌بندی‌هاش کارش تکمیل شده و دفعه پیش که ما آمدیم این قسمت ها در حال کار دیوار گرفتن، یعنی بتون ریختن یا سمنت ریختن دیوارهای کانال بود که این دفعه آمدیم اینا تکمیل شده و پیشرفت کارم کار خاک و خاکایی که قسمت ها هستن این خاکا برداشته میشه و دوباره خاک انداخته شود. فعلا هم کار جریان داره. اینجا بعضی از هموطنان ما که قسمت شما میبینین این قسمت ها کارهایی که خشتا و همه سیم و سیخ چیزایی که از ساختمان ها باقی مانده اونا را در قسمتی که زمین لودور زده یا خاکا برداشته شده اونا را دوباره اگر زیر خاک مانده باشه اونا رو برمی‌داره. هموطنان در قسمت برای خود هر کس کار میکنه
و این پیشترک ها هم اسکواتور در حال کار کردن است. خاکار و کار بال کردن خاکا است که خاکار باید برداشته شود، سرک به این حد لیول شود تا این قسمت معلوم است اینجا که زده تا این قسمت باید خاکا برداشته شود، دوباره سرش خاک انداخته شود و لنگر گشته شود. میریم امیت پیش نزدیک مسجد رسول اعظم و از اون قسمت انشالله که گزارش خود از اون قسمت شروع میکنیم و میریم تا قسمت های شرک همت که گزارش کامل شود و کارها بخیر به کجا رسه. با ما همراه باشید. حاجی کاکا سلام علیکم. علیکم السلام، بخیر مانده نباشین، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شکر جور هستی، حالت خوبه؟ سلامت باشین. شما چی حال دارین؟ خوب هستین؟ فضل خدا بخیری؟ خدا صحت خوبه؟ شکر فضل خدا رو شکر که سلامت هستین. حاجی کاکا اینا بخیر با سازی های سرک است و کار سرک از سر قسمت 20 متره چطور به نظر شما کارهای بازسازی سرک؟ خدا را شکر که همیشه همینطور باشه و دامدار باشه. بله. کل افغانستان همینطور جور شده بره. انشالله که همین قسم باشه. خدا را شکر هزار بار همین حکومت همینطور کوشش کنه که مردم راحت بمانه. دیگه نمی امنیت شغل برقراره. دیگه خدا را شکر میکشیم در مجید حکومت فعلی. بله. انشالله. سلامت باشه. حاجی کاکا از قسمتی که کاری که شروع شده شما چند وقت میشه که از همین کار همین قسمت میایین مشاهده میکنین پیشرفته و کارهای سرک میبینین؟ اون وقت دیگه سر کار گرفته همین که جا بشر کار نمیکرد که خاک و گیل از رو برداشته بتونه به یک زودی، اما نام خدا هم به زودی برداشت که کل مردم هم از کارش خوشحال هست. بله. واقعا شما در کدام منطقه میشینید؟ ما در نقاشیم. نقاش داشته بر چی؟ خب از نقاش آمدین اینجا؟ همینطور پیدا آمدیم خرخره. بسیار خوب. از نقاش تا اینجا خیلی راه هست؟ خیلی راه، تقریبا 50 دقیقه راه پیاده هست. بله. در قسمت نقاش هم یک سرک جور شده سمت کمپانی. اونجا به بهرت چیز سپرده شده. بله واقعا قرضش هم تکمیل شد، لایه دوم قیرش هم تکمیل شد. یک پول هم در قسمت بود که او هم بخیر ساخته شد و سرک نقاش هم یک سرک خیلی خوب شد. ان شاءالله که این سرک هم همون قسم یک سرک بسیار خوب معیاری ساخته شود و که امیر رفت آمد سمت شهرک آجنبی که میشه شهرک امید سبز مردمای ما شما هموطنای ما شما راحت بتونه رفت آمد کنه. اگر مردم میره در این حالت چی بله همین حکومت کل جای جور میکنه. بله. همینطور اساسی جور کرده، همین کلی نقاش جور کرده در کل افغانستان هم نیست. این میرم با اون سیستم جور میکنه به شرطی که مردم مزاحمت نکنه. بله دقیقاً. انشالله که نه در قسمت ساخت ساز مردم مزاحمت نداره، انشالله که ساخته میشه و وطن شما آباد شود. سلامت باشین کاکا. بخیر باشین. هموطنان عزیزم رسیدیم در قسمت مسجد رسول اعظم که روبرو شما مشاهده میکنید. مسجد رسول اعظم و اوج کار سرک هم شما مشاهده کردین که هم کار خاکبرداری همزمان جریان داره و هم کارهای کانال. در قسمتی که شما مسجد رسول اعظم رسیدیم، پیش مسجد رسول اعظم رسیدیم، شما مشاهده میکنید که در این قسمت کارهای همون بتون ریزی یا سمید ریزی کانال سرک است که در اون طرف جریان داره و این طرف هم قسمی که شما مشاهده میکنید کف کانال سیخای کانال انداخته شده و کف کانال هم سیمنتایش انداخته شده. در حال هموارکاری کف کانال است که هموطنان در قسمت زیاد زحمت میکشن. اون طرف هم کارهای دیواره
کانال در حال کار است که همین قسم که شما مشاهده میکنید. هم این سرک پیشرفت از کار سرک الحمدلله بسیار خوب است، بسیار خوب است و هم کار خاکبرداری سرک جریان داره و هم کارهای کانال به شدت جریان داره. انشالله که همین قسم کار کانال کار سرک انشالله که به خیر و خوبی به شدت جریان داشته باشه که کار سرک هر چه زودتر و در فصل خزان هستیم و فصل خزان هم که شما مشاهده میکنید نزدیکا به زمستان میشه و هر چه زودتر هوا سرد میشه. انشالله که به خیر کار سرک تا سرد شدن هوا کار از سرک یک مقدار پیش بره و کارهای کانالش حداقل کارهای کانال تکمیل شود. میریم همیت پیشترک ها همراه هموطنای خود که در این قسمت مسئولیت دارن هم مصاحبه میکنیم. در این قسمت هم میریم که در حال بتون ریختن یا سمید ریختن کانال سرک است که کف کانال دو طرف از کف کانال در حال سمید ریختن است. همین قسم کار کانال هم به شدت جریان داره و این خاکایی که در این قسمت هم شما مشاهده میکنین از اول از ابتدا که کار شروع شده بود نزدیکای مسجد رسول اعظم کار خاکبرداری سرک هم رسیده که ان شاء الله خاکای از سرک هم برداشته شده دوباره خاک سرش انداخته شده لنگر گشته میشه و همین قسم این سرک هم هموار شوه و کارهای سرک هم بسیار به خوبی پیش میره. با ما همراه باشین با دیدن یک چند تصاویر زیبا. در ادامه بازم با شما هستیم. سلام علیکم. سلام علیکم. ممنون باشه. خوبی بخیر خیریتی؟ الحمدلله شکر. زنده باش. کدام منطقه شما زندگی میکنید؟ ما منطقه پایین سنگچالیم. پایین سنگچال. آره آمدیم برای بازدید از سرک که سرک. خوش آمدین. بسیار کار خوب. زنده باشی شما موفق باشید. آقا در این قسمت این مسجد رسول اعظم دیگه نه پیش مسجد بله بله مسجد رسول اعظم. بسیار خوب. کاکا چطور است از نظر شما کارهای سرک و بازسازی های سرکی که از قسمت سرک 20 متر شروع شد به سمت شهرک آیدانی چطور است کارهای سرک چطور پیش میره؟ تا حدود کارهای تخریب کاریش ساختمان ها رو تخریب کردن انجام شده. دیگه تکمیل کار تخریبش تکمیل شده اما در سطح کارهای دیگهش هنوز پیشرفت چشمگیری نداره. در حد 5% اگر اشتباه نکنم 5% کار پیش رفته. کارم با سرعت بسیار بالا نیست به صورت نرمال پیش میره. دیگه بازم امیدوارم انشالله که کارها به خوبی پیش بره و انشالله دیگه همونطور قسمی که ما میبینیم کارهای تخریب که خیلی زود انجام شد. آره او ساختمان این قسمت ها خانه‌ها ماشاءالله خیلی زیاد بود، ساختمان خیلی زیاد بود و این ساختمان ها هر کدامشان 5 طبق و 6 طبق بود. آره کار ساختمانیشه که تخریبات ساختمان خیلی زود شد و کار سرک هم تا جایی هم بد نیست به خاطر که این کارهای کانالش در قسمت ها در حال کار است و از خاکبرداری سرک هم شروع شده. تا جای بعدی هم نیست. نه خوبه تا حد خوبه. کار جریان داره اما با او سرعت بالا نیست دیگه. احتمال داره که تا فرارسیدن اول زمستان اگر کار به این صورت پیش بره احتمالاً 20 تا 25% تا 30% از این سرک تکمیل شود دیگه. باقیش میمونه اگر زمستان مساعد باشه خود زمستان هم کار میشه. اگر زمستان مساعد نباشه باز میمانه برای بهار. بهار سال 1404 بله دقیقاً. اما قسمت ان شاءالله که تا قسمت هوا سرد شدن هوا کارهای کانال که به خاطر که سمید هستن سمید در سردی خود نمیگیره جوش نمونه دیگه تا سردی زمستان ان شاءالله که کارهای کانالش تکمیل شود دیگه کارهای سرکش هم ان شاءالله که یک مقدار پیش بره. گفته شما که تا زمستان حداقل این مسیر باز شود رفت آمد شود. شاید تا اول زمستان رمی کاری چیزی جغل ریزی سرک شاید تا حد را تکمیل شود. باز مسئله بتون ریزی و تکمیل سرک یک مقدار وقت گیره دیگه چون افغانستان اسفالت نداره. از نظر اسفالت چیز دیگه خب غیر نداره و چیزا نیست. شاید بتون شوه بتون یک مقدار وقت گیره دیگه زود اتمام نمیشه. ان شاءالله که بتون نشود دیگه. واجی کاکا
این انشالله که خیر شود. احتمال داره که لایه زیری انزی بتون شود. بعد رویش احتمال داره که باز اسفالت بریزه یک مقدار یک چند سانتی 10 سانتی این چیزا احتمال داره که اسفالت بریزه. خب سلامت باشی حاجی کاکا. زنده باشی، موفق تشکر از باشی. اینکه معلومات دادین، تشکر از اینکه وقت گذاشتین و همراه ما مصاحبه کردین. اگر کدام گفتنی مانده باشه که ما نپرسیده باشیم که چیزی تدبیرتون هست میخواین بگوین کمره ما در خدمت شما. این چیزی برای گفتن ندارم. ان شاءالله که یک سرک عامل منفعه برای تمام مردم خوب میشه. یک راه تسهیلاتی به وجود میآید. مثلا از اینجا تا شهرک حاجی نبی اگر دیگه وقت بری این مردم باید یک دفعه بره تا پل خشک تا اونجا پیاده بره. باز از اونجا هم که دیگه یا سواری نیست یا کدام مشکلات دیگه است، راه دوره. یعنی این سرک اگر تکمیل شود برای غرب کابل بسیار مفید واقع میشه. ان شاءالله که زودتر تمام شود. و دقیقاً این قسمت شما اشاره کردین اگر که سمت پل خشک هم بره مسیری که در سرک شهرک اجنبی واصل شود از قسمت پل خشک هم موتر نداره؟ نه اوتر موتر سید خب میره سرخاباد یک مقدار و هم پیاده روی داره داخل شهرک دیگه. اگر از طریق شهرک مهدیه بره هم مشکلات خود داره دیگه. باز سواری نیست و بعضی وقتا 1 ساعت تا نیم ساعت یا کمتر بیشتر آدم داخل موترها میمانه تا که سواری پوره شود. باز پوره انشالله که سرک بخیر جور شود و یک سهولت خیلی خوب میشه برای همتون. انشالله که میشه. زنده باشی، موفق باشی. شما همچنین تشکر. شما موفق. هموطنان عزیزم تشکر از اینکه بیننده برنامه ما هستین و از پیشرفت‌ها و کارکردهای سرک آمدیم. از سرک همین 20 متره یا سرک 20 متره که نام عمومی از این سرک است، سرک 45 متره است که از سمت سرک دشت برچی کار از سرک شروع است و به سمت شهرک امید سبز یا شهرک حاجی نبی ادامه مسیر از سرک است که قسمت‌های نقطه وصل از این به شهرک حاجی نبی هم ما گزارش گرفته بودیم که مسیر سرک همین قسم به سمت شهرک است و انشالله که از دیدن از این برنامه هم رضایت داشته باشین. تشکر از نگاه‌هایتان و پیشرفت‌های کار از این سرک همین قسمی که گفتم. از اول سرک 20 متره شروع کردیم یا از اول سرک 45 متره که به سمت سرک شهرک حاجی نبی است کار خود شروع کردیم. در قسمت‌های مسیر از این سرک کارهای خاکبرداری از این سرک هم شروع است، کارهای کانال از این سرک شروع است و شدت کار از قسمت 20 متره بسیار خوب است. ان شاءالله در گزارش‌های بعدی سمت سرخاباد و مسیر سرک از سمت شهرک حاجی نبی هست از قسمت‌ها هم خواهیم رفت. از قسمت هم گزارش میگیریم که در قسمت سرک شهرک حاجی نبی به اون قسمت مسیر سرک است و قسمت‌ها کارایش چطور شده و چقدر پیشرفت کرده. در ادامه ان شاءالله که از اون قسمت هم میگیریم. به خاطر از این قسمت زیادتر میگیریم گزارش خود که این قسمت اوج و شدت کار در قسمت سرک 20 متر زیاد است و سمت شهرک حاجی نبی یا همون سرخاباد و سمت کارکردهای کمی کنتر است. این قسمت ها شدت کار خیلی الحمدلله خوب است و پیشرفت کار هم خیلی خوب است و تمام پرسنل کاری اکثرشان در این قسمت مصروف کار است. هم کار خاکبرداری سرک است و هم کار کانال از این سرک است و هم هموارکاری سرک قسمی که شما مشاهده میکنین هست در قسمت کار میشه. و تشکر از نگاهایتان به خاطر که وقت برنامه ما زیاد نشه و شما هموطنان عزیزم بر شما هم خسته کن نشود. در گزارش بعدی ان شاءالله سمت سرخاباد هم ان شاءالله حتما خواهیم رفت و تشکر از اینکه بیننده ما هستین. تا برنامه‌های بعدی و دیدار بعدی شما هموطنان عزیز خدا به الله پاک و مهربان میسپارم. خدایا و مددگار همه ما شما.